قطعه‌ای از موتورهای دیزلی که پیش از این با خروج سالانه 3000 میلیون دلار ارز کشور خریداری میشد، به همت پژوهشگران اصفهانی در فهرست اقلام بومی سازی شده قرار گرفت. با دستیابی محققان شرکتی دانش بنیان در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان به دانش طراحی و ساخت میلپره توربو شارژر برای موتورهای دیزل، دانش آن از انحصار کشورهای اروپایی و آمریکا خارج شد. قطعه‌ای که خدمتتون معرفی شد قطعه‌ای که کاملا وارداتی هست و کاربردش توی موتورهای دیزله و نقش اون در موتور اینه که دود خروجی رو، انرژی دود خروجی رو میگیره و به صورت هوای فشرده برمیگردونه توی موتور و به این ترتیب تا 35% میتونه قدرت موتور رو افزایش بده و تا 20% هم صرفه‌جویی سوخت خواهد داشت. تو ساخت این قطعه از 3 تا فناوری نوین استفاده شده. اول ریختگری دقیق و ذوب سوپرالیاژ در خلأ بوده. دوم جوش استکاکی سوپرالیاژ به فولاد معمولی و سوم بالانس دور بالای قطعات دوام. جنس قطعه از سوپرالیاژ پای نیکل این کنل 713 هستش که در قطعات هوایی استفاده میشه. فوق العاده مقاوم در دمای بالا هست و برای اولین بار تو کشور برای ساخت همچین قطعه استفاده شد. استفاده از فناوری‌های پیشرفته در ساخت و طراحی این قطعه باعث شد تا در سالیان اخیر تولید کنندگان داخلی این پیچیدگی‌های تکنولوژیک رو به نوعی مانعی بر سر راه خودشون برای تولید این قطعه بدونن. خب رسالت شرکت‌های دانش بنیان این هست که این موانع رو رفع کنه. با بومی‌سازی این قطعه در کشورمان سالانه از خروج 3 میلیون دلار ارز از کشور جلوگیری و برای 200 نفر اشتغال ایجاد می‌شود.